5 سال قبل در مرکز جماعت دهاتی زنگ ناحیه اشکاشم در نزد مکتب تحصیلات همگانی رقم 4 مرکز رشد بروقتی کودک تأسیس داده شد. با اختیار کودکان یک صنفخانه تعلیمی و اتاق الهیده برای نگهداشت لباس و پایافزال داده شد. از بس که بنای مکتب در سالهای 70 عصر گذشته بنیاد یافته بود، اتاقهای کاری آن جوابگوی طلبات حاضر نیستند. چند بار صنفخانه ها از تعمیر جاری برآورده شدند ولی حالت آنها بهبودی را طلب می‌نمود. از روی گفت مربیه مرکز رشد بر وقتی کودک نزد مکتب تحصیلات همگانی رقم 4 انیسه شالیفووا کودکان با موادهای ضروری تعلیمی نیز تامین نبودند. سال روان باشد این مشکلی برهم خورد. رشد بر وقتی کودکان سال 2014 در دهه زنگ تأسیس یافت. 26 کودک در اینجا تحصیل میکنند. پیشتر شرایط آنقدر خوب نبودند در اینجا. حاضر همین سال موادای نو آوردن، بازیچه های نو آوردن، خیلی شرایط خوبتر شد. پدر و مادر دستگیری میکنن. تیر ماه سال روان از طرف شعبه معارف ناحیه اشکاشم در همدستی با شریکان رشد برای مرکز رشد بروقتی کودک اسباب و انجام خوانش و واسطه های عیانی دسترس گردیدند. تعلیم و تربیت در مرکز مطابق نقشه تصدیق گشته شعبه معارف ناحیه صورت گرفته. هر یک درس با استفاده از واسطه های عیانی گذرانیده می شود. مربیان کوشش می نمایند که درس ها را شفق‌آور و به حد امکان ساده و روان براه مانند. با مقصد بهتر نمودن صفت سانیتاری از طرف شریکان رشد برای مرکز اتاق الهیده شستشو ساخته گردیده مورد استفاده قرار داده شد. برای بازم بهتر نمودن شرایط معیشی کودکان در نظر است که از چشمه گرمی که در حدود ده جایگیر است به مرکز رشد بروقتی کودک آب گرم انتقال داده می شود.